سلام. اگه دوست داری بدون نصب برنامه کلیپ های اینستاگرام رو دانلود کنی، فقط کافیه که وارد اینستاگرام بشی، هر کلیپی که مد نظرته رو کپی لینک رو از قسمت شیر بزنی. حالا میای داخل مرورگرتون 3 تا اس میزنی و SSS اینستاگرام رو باز میکنی. تو این قسمت لینکی که کپی کردی و پیست میکنی، منتظر میمونی که ریلز مورد نظر لود بشه. حالا از این قسمت گزینه دانلود رو میزنی. خب همونجوری که گفتم تو قسمت لینک رو پیست میکنیم، منتظر میمونید لینک لود شد، گزینه دانلود رو میزنیم و دانلود انجام میشه.